سلام، من کیمیام، اینجا دلتریبیونه و امروز روز اول عیده. عید رو بهتون تبریک میگیم، بایرام روز مبارک. و امروز میخوایم در مورد مشکلات دندونپزشکای تعهد خدمت باهاتون صحبت کنیم. دکتر شما چیزی نداری بگی؟ ایدان تبریک عید شما هم مبارک. قضیه از این قراره که ما این ویدیو رو اومدیم گذاشتیم توی اینستاگراممون که توی برنامه تلویزیونی یه شخصی اومد میگفتش که دندونپزشکای تعهدی با توصیه نماینده‌های مجلس که محل تعهدشون ظاهر نمیشن. بهترین دانشگاه میاد و استفاده میکنه و فارغ التحصیل میشود، بعد اون منطقه محرومه رو نمیره. باعث یه سری بازخوردها شد، یه سری بچه‌ها اومدن بهمون دایرکت دادن و گفتن که اصلا همچین چیزی نیست و این برای اشخاص خاصه و دندونپزشکای تعهدی خیلی مشکلات عدیده دارن. جدی میفرمایید؟ از اینجا میخوام توی این ویدیو بی پرده در مورد مشکلات بچه‌های تعهدی صحبت کنیم. آفرین، باریکلا، باریکلا. آقای علی قربان نژاد، دندانپزشک تعهدی. خب علی آقا، الان میخوایم در مورد مشکلات بچه‌های تعهدی صحبت بکنیم. همه فکر میکنن که بچه‌های تعهدی و با رتبه‌های 5000 و 6000 و یا خیلی رتبه‌های بالاتر قبول شدن، حالا بهشون یه لطفی شده که اومدن این رتبه رو این دانشگاه دارن این رشته رو میخونن. ولی من چیزی که میدونم اینه که شما با رتبه 600 قبول شدی. آره، یعنی 676 منطقه 3 و خیلی هم سختی‌ها داشتی. یکم در مورد شرایط قبولی تو اینا که اصلا چرا تعهدی زدی، چه بچه‌های تعهدی میزنن برامون توضیح میدی؟ ببین مثلا دیگه منطقه محروم اسمش میدیم، همون شهرستانی که مثلا هست، شهرستان ما یه منطقه محرومه. خب ما مثلا شهرستان بیل سوار، خب ما استاد مثلا فیزیک ما حتی نمیتونست مثلا یه اپسیلون مساوی بی ال وی رو اثبات بکنه. یعنی دقیقاً این خیلی یادمه که یه فرمول رو نمیتونست اثبات بکنه. من مثلا خودم که مثلا خودم رو میگم و اکثر تعهدی هم اینجوری، مثلا من خودم مثلا بورسیه قلمچی بودم، بعد کلا با کتاب‌های آبی قلمچی مثلا ما قبول شدم. من خودم مثلا اینجوری کلا هم مثلا مدرسه نمیرفتم. من صبح ساعت 9 تا مثلا شب اینو خودم درس می‌خوندم، مثلا وسطش استراحت اینا می‌کردم. یعنی کلا مدرسه نمیرفتم چون استادا اینا مثلا معلممون میدونستن که ما خودمون داریم درس می‌خونیم، کار خاصی نداشتن بامون. بعد اینجوری شد که مثلا 676 شد. بعد ما بدون سهمیه. آره بدون سهمیه. من مثلا یکی از دوستام هم همینطوریه، مثلا 700 بوده. اینطوری دیگه یکی از بچه‌های مثلا دختر ما مثلا با همون 700 تونسته روزانه مثلا دندان اردبیل قبول بشه. ما چون مثلا یه سری شرایط نمیدونم که چه جوری کلا انتخاب رشته من تعهد اگه نمیزدم مثلا من دارو مثلا اردبیل بدون تعهدی قبول شده بودم خودم تو اون کارنامه سبزه. در کل مثلا اینجوری که میگن مثلا با رتبه 5000، آره ببین سال 94 و 95 و 96 اینجوری بوده که یه کد رشته جدا واسه مثلا توش بنویسن که قراره تو این مرکز بهداشت بمونی نداشتیم. یعنی این شکلی بودش که کلی میشد استان اردبیل. آره میشد استان اردبیل، هر جایی که دانشگاه اردبیل بگه 3 برابر طول تحصیل بعد بمونی. خب بعد ما این متن تعهدنامه ما خودمون که خب 18 ساله بودیم هیچی نمیفهمیدیم قضیه هم. و تو خودت مثلا تو منطقه محروم بزرگ شدی، من اون موقع نمیتونستم فارسی خوب حرف بزنم. بعد پدر مادر ما هم که مثلا چیز نبوده که بیاد بگه که این تعهدنامه‌ای که مثلا امضا می‌کنی خیلی سخته. یعنی یه سری شرایط گفتن که آره هر جایی که دانشگاه بگه، خب شاید دانشگاه بگه برو مثلا یه جای دیگه. خب حالا مثلا این شد که مثلا چون رتبه من چون بعد اینکه قبول شدیم تو ترم 3 بود فکر کنم، گفتن که کدوم شهرستان می‌خوای بری، چون رتبه من تو بین تعهدی مثلا اول بود، من خودم مثلا انتخاب کردم که شهرستان خودم. یعنی اصلا مشکلی نداری با اینکه اونجا بمونی؟ من خودم مثلا میخوام همونجا بمونم، یعنی جای دیگه نمیخوام که برم. خب ولی با حقوق 12 میلیونی بدون کارانه مثلا این خیلی مثلا سخته. مثلا یه سری شرایط هست میگه که مثلا عدم نیاز مثلا میخوای، عدم نیاز یه برگ است.
دست وزارت خونه است، یه دست عدم نیازی شرایطش رو تعیین میکنه، یه برگ است. عدم نیاز یعنی این که بتونی همون موقع که داری توی مرکز بهداشت کار میکنی مطبم بزنی. مطب بزنی، تو شیفت غیر اداری کار بکنی. خب این یه سری شرایط تعیین کردن، نمیدونم باید 6 ماه بگذره، باید معاونت بهداشت راضی باشه، مسئول سلامت دهندگان اونجا راضی باشه، نمیدونم خیلی همه باید راضی باشن تا یه دونه برگه داشته باشی که بتونی مثلا یه پروانه داشته، تویی که درسشو خوندی یه پروانه داشته باشی که مثلا بری کار بکنی. خب یعنی با یکی این وسط دعوت بشه دیگه کلا قضیه منتفیه. اینجوری هم شنیدم که هر 6 ماه دوباره هر 6 ماه هم باید ارزیابی عملکرد بشه. این مثلا روزانه باید بیشتر از 150 دقیقه کار بکنه، اونم خدمت وزندهی شده، مثلا هم ترمیم باشه هم کشیدن باشه، در صورتی که مثلا شهرستانمون اون آدم‌هایی که میان مرکز بهداشت میگن بکش، مثلا نمیگه که مثلا حالا من مثلا خودم مثلا شده روزی مثلا 20 دندون بکشم، یا مثلا بچه‌ها هستن روزی مثلا 50 تا دندون کشیده ولی یه دونه ترمیم مثلا نیومده، چون اصلا مردمش مثلا یه سری آدم خب منطقه محروم دیگه اسمش روشه، نمیشه اینجا رو مثلا دیگه یه باطلاقه. خب نمیشه یه باطلاق تبدیل به مثلا باغ کنی، خیلی سخته، زمان میبره، خیلی زمان میبره. مثلا شهر ما 7 ساله همونجوری مونده، یه ساختمون مثلا اضافه نشده. یعنی یه جوریه که شما رو میگه بیا تو منطقه محروم خدمت بکن، نه حقوق درست بهت میده نه جای درست بهت میده، هیچ امکاناتی برات فراهم نمیکنه، گذاشتت توی سیستم بردهداری. یه آدمی که حالا توی واقعا نخبه بوده، خودش تونسته درسشو بخونه، خودش رو پای خودش وایساده، میتونه خیلی ببینید ببخشیداتو قطع میکنم، این قضیه اینجوریه که دانشگاه‌ها و اون مراکز بهداشت کلا چون یه قانون خاصی نداره، دست یه آدمه، نباید مثلا دست یه آدم باشه، چون قانون خاصی نداره معمولا مثلا متفاوت رفتار میکنن. مثلا یه سری دانشگاه‌ها مثلا دانشگاه تبریز، نمیدونم اورمیه، اینا مثلا کلا بعد اینکه طرح یه دندون پزشکی تعهدی تموم شد بهشون پایان طرح میدن، ولی میگه اینکه شما پروانه رو فقط تو همون جایی که ما گفتیم که مثلا قبلا اونجا مثلا تو مرکز بهداشت بودی فقط میتونی همونجا مثلا مطب بزنی، دیگه نمیگم باید بیای مرکز بهداشت. خب ولی یه سری دانشگاه اینجوری نیستن. خب یه سری دانشگاه هم هستن که اصلا کلا مثلا دانشگاه ما متوسط رفتار میکنه، دانشگاه اردبیل کلا من زیاد خوبه نه اینکه مثلا بده، ولی مثلا من شنیدم یکی از دانشگاه همدان بود، ایلام بود، اینا مثلا بعضی بچه‌ها میگفتن حالا تو اون گروهی که مثلا یه گروهی زدیم که دندون پزشکی تعهدی، بعضی بچه‌ها نه کارانه میدن نه عدم نیاز میدن، مثلا تو قانونی که مثلا نوشته ابلاغی کردن بعد 6 ماه اگه مثلا بالای 150 دقیقه باشه این چیزا بعد بدن. خب حالا بعد اینکه رضایتی نداشتن، خب میگه همین میگه که هیچی نه کارانه میدن نه عدم نیاز میدن، هیچی نمیدن. ما هم دستشون بند نیست که ما هم مثلا شکایت هم میدونین، چون تو اون قانون نوشته که باید مثلا معاونت بهداشت باید راضی باشه، بعد نمیدونم مسئول مرکز نمیدونم مسئول دهان دندان اون مثلا شهر باید راضی باشه. خب این وسط مثلا طرف نمیتونه که مثلا همه رو راضی کنه واسه یه برگه که پروانه داشته باشه. این خیلی مثلا میدونین چی میگم. یکی از بچهای ما تو گیلان آستارا، خب بهش گفتن که بعد 6 ماه میدیم، رفته گفته نه بعد 8 ماه میدیم. الان مثلا منتظر 8 ماه مثلا تموم میشه تو عید بعد پاسش میده. نمیدونم بعد اون رفته مثلا یه میگم دیگه یه قانون مشخصی نداره. خب مثلا میگن که بیاین وزارت خونه مثلا چیز کنین، بعد وزارت خونه بری مثلا بگی که از یه فرد خاص پروانه منو نمیده، مثلا ممکنه طرف رو توبیخ کنه ولی اون باز با تو بدتر میشه. خب مثلا میگن که بیاین وزارت خونه مثلا چیز کنین، بعد وزارت خونه بری مثلا بگی که از یه فرد خاص پروانه منو نمیده، مثلا ممکنه طرف رو توبیخ کنه ولی اون باز با تو بدتر میشه. میفهمی چی میگم؟ یعنی یه قانون خاصی، یه برنامه خاصی که مثلا بری مثلا این کارو بکنی بدن ندارن. بعد اون کسی هم که این قانون نوشته دستشو واسه دست دانشگاه رو باز گذاشته که هر جوری میخواد رفتار بکنه. این نگفته که حتما بعد این که مثلا 150 دقیقه رو کامل کرد باید بدن، گفته که بقیه معاونت بهداشت هم راضی باشه، مسئول سلامت دهان دندان هم راضی باشه میدن. خب این قضیه واسه هم طرحی هم تعهدها.
خب یعنی یه قانونیه که داره یه بحرانی ایجاد میکنه. بخوام صحبتاتون رو خلاصه بگم اینجوری میشه که از قبل هم بوده توی مثلا قانون برقراری عدالت آموزشی اومدن گفتن که باید به بچهای تعهدی شما بیاین امتیاز مطلب بدین، عدم نیاز بزنین، ولی از طرف دیگه دادنش کل اختیاراتش رو دست دانشگاه و هیئت امنا که اونا میتونن حالا این کارو بکنن میتونن نکنن. و اگر شما بخوای به کسی شکایت کنی با توجه به این قانون جدیدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که اصلا دانشگاه رو جدا کرده از دیوان عدالت اداری، جایی هم دیگه دستت بند نیست، همون طرف باید بد میشه، هم نمیتونی جایی شکایت بکنی. خب این وقت چه احساسی توی شما که یه نیروی تعهدی با اینکه دوست داری اون محل خدمت بکنی قربان آره با اینکه دوست داری اونجا کار بکنی ولی داره باید اینجوری رفتار میشه، چه احساسی تو ایجاد میکنه؟ چقدر بازده کاری تاثیر داره؟ ببینین خب مثلا حالا شاید من مثلا مشکل خاصی نداشته باشم ولی من از بچه‌ها که میگم دیگه ما یه گروه که داریم مثلا میشنوم مثلا تعصب میکنم آینده قراره چجوری بشه، یعنی بهداشت دهان دندان به خصوص این مثلا مناطق محروم قراره چجوری بشه. ما اومدیم مثلا تو منطقه محروم مثلا منطقه خودمون دیگه خب کار بکنیم ولی اذیت میکنن از یه طرف مثلا دندون پزشک رو یا پزشک رو. اصلا حق انصراف دارن بچه‌ها وقتی میان تعهدی رو میزنن. شاید بچه‌ای که مثلا الان دارن میبینن این ویدیو رو کنکوری باشن بگن که خب اگه مثلا حالا یکم رتبه بالا نه اصلا حق انصراف دیگه اصلا وقتی تعهدنامه رو امضا کردی گفته یعنی خودش حق انصراف نداری. اگه انصراف بدی آره اگه مثلا انصراف بدی بعد نمیدونم این که پولی مثلا باید بدی که نیروی جایگزینی اونجا مثلا باید باشه، یکم پیچیده است دیگه. گفتی که من دارو می آوردم روزانه، آره. پزشکی می آوردم، اگه برگردی عقب دوباره تعهدی میزنی؟ اصلا من به هیچ عنوان تعهدی نمیزنم چون اصلا حالا من ببین به دندون پزشکی من خیلی علاقه دارم خب خیلی واقعا خیلی علاقه دارم ولی وقتی که میبینم قراره مثلا با حقوق 12 میلیونی مثلا حالا 9 سال 8.5 سال حالا دقیقاً چون یه قضیه‌ای هست واسه پزشکی ها این دوره که اینترنی رو حساب می‌کنن دوره تحصیل به حساب نمیارن، میگن که 1.5 برابر طول تحصیل مثلا واسه اونها میشه 8 سال و نمیدونم 3 ماه ولی واسه ما کلا همون 6 سال حساب میکنن. اون 2 سال آخری که ما درمان جامعه داشتیم و یه سری از بچه‌ها بیمارستان اینا میرفتن الان مثلا میرن اونو حساب نمیکنن، میگن که چون شما شیفت نداشتین شیفت شب نداشتین اون دوران تحصیل شما هست دوباره بعد مثلا 1.5 برابر 6 سال بشه که میشه 9 سال دقیقاً 9 سال با حقوق 12 با 9 سال با حقوق 12 میلیونی. اون حقوق 12 میلیونی هم مثلا میگم دیگه کارانه دقیقاً یه قانونی که تو همون ورژن 23 ورژنی که بیمه سلامت نوشته یعنی بیمه سلامت توش دخیله نوشته که تمام کارانه بگیران تمام اعضای تیم سلامت که مشمول پرداخت مبتنی بر عملکرد هستن نمیتونه معاونت بهش عدم نیاز بده. دقیقاً اینو نوشته نمیتونه پروانه داشته باشه ولی بعدش اومدن یه سری قانونی که همون خانم فرزانه نمیدونم چی رئیس سلامت دهان دندان مثلا کل کشور اومده که نمیدونم بیشتر از 150 دقیقه باشه و نمیدونم فلان راضی باشه. ایشون در حقیقت لطف کردن با اینکه طبق ورژن باید کارانه میدادن به ما و دیگه پروانه نمیدادن، در صورتی که این خودش ظلمه. یعنی چی مثلا تو کارانه بگیری الانم یکی از شرایط عدم نیاز اینه که دیگه کارانه رو باید حذف کنی، مثلا تو هر چقدر کار بکنی یعنی با همون 10-12 میلیون آره باید با 12 میلیون بسازی دیگه کارانه نمیدن اگه بخوای مطب بزنی. یه سوال دیگه این که شما توی دوره‌ای که تعهد خدمت داری توی این 9 سال میتونی تخصص بخونی اگه بخوای؟ بعد گذشتن نصفش آره یعنی تو قانون هست که بعد گذشتن نصفش ما میتونیم تخصص بدیم ولی اصلا خیلی هستن که بعد پایان ترشون تخصص دادن، خیلی نه بعضی ها هستن که بعد پایان ترشون تخصص دادن و رفتن. با این اوصاف اگر که بخوای به بچهای کنکوری توصیه بکنی که مثلا حالا تعهدی بزنن یا نه؟ اصلا توصیه نمی‌کنم که اصلا تعهد رو بزنن چون ممکنه گیر یه دانشگاهی بیفتن که اون دانشگاه اوکی نباشه با این قضیه. همونطوری که من گفتم یه سری دانشگاه‌ها اوکی نیستن با این قضیه که مثلا میگم باید حتما تمدید طرح بکنی در صورتی که خود وزارت خونه گفته که تمدید طرح غیر قانونیه. خب
ولی میگم باید حتما تمدیدتر بکنی. خب پایان‌تر نمیدن که اگه که پایان‌تر تمدیدتر نکنی ما چیکار میکنیم؟ برات میزنیم که مثلا تخلف کردی نیومدی. آره دیگه باید تمدیدتر بکنی که تا اونجا بمونی. مثلا اینکه مریض ها رو مثلا میگن که بیای مثلا مطب خودت. خب اون مریضی که میاد مرکز بهداشت نمیاد مطب ذاتن. تو سمت ما اینجوریه. حالا سمت چیزو نمیگم ولی خب سمت ما اینجوریه که اون فردی که مثلا میاد مرکز بهداشت دیگه نمیاد مطب، چون مثلا تو طرف میاد میگه که بکشتن 600 تومن. مثلا من همین 2-3 روز پیش یه نفر مثلا واسه دندون گدامی ترمیم مثلا 600 تومن نداشت که بده، یعنی اینکه مثلا نمیخواست بده. تو مرکز بهداشت کلا جرمگیری فیشور سیلند ترمیم‌های ساده است، مثلا اون و کشیدن دیگه، مثلا چیزای دیگه نیست، عصب کشی نیست. مثلا مریض میاد مثلا میگه عصب کشی، بعد فکر می‌کنه که ما کار نمی‌کنیم، بعد میاریم مثلا از مسئول مرکز میپرسه میگه که آره نه دیگه واقعا عصب کشی نیست. یعنی که یه تابلویی هست مثلا یه پلاکاردی زد که زدن که آره تو مراکز بهداشت مثلا عصب کشی وجود نداره، مثلا اینا وجود داره. در حالی که مردم فکر می‌کنن که ما کار نمی‌کنیم. آخه کار هم بکنم میدونم، مثلا گفتن تو قانون گفتن که خارج از بسته حمایتی اون همون جرمگیری و فیشور سیلند و اینا خارج از بسته هر کاری بکنه بعد 40% رو بدن. خب ولی خیلی از بچه‌ها این کارو نمی‌کنن حتی اگه شرایطش هم باشه. چرا؟ چون نمیدن. چون مثلا اگه بخوام بدم بعد 10 ماه میدن. عجب. دقیقاً واسه دندون پزشکی نمیشه مثلا تو مرکز بهداشتی اون چیزی که تو مطب خودته راه بندازی، چون امکاناتش نیست. چون هم امکاناتش نیست، هم چون وسایل دندون پزشکی خیلی گرونه. مثلا دستیار یا خود دندون پزشک یه جوری رفتار نمیکنه با وسایلی که مثلا انگار مال مطب خودشه. خب مثلا خودمون هم کار میکنیم دیگه، مثلا کار کردیم تو کلینیک‌های دیگه. وقتی مطب خودت خیلی مثلا جنتل با وسایل رفتار میکنی، مراقب وسایل. ولی تو مثلا مراکز بهداشت نمیشه واقعا مثلا همچین کاری رو راه بندازی، به خصوص تو دولتی. مثلا دستیار ببخشید مثلا اینو میگم خب ولی دزدی هم تو اینجور چیزها زیاده تو مراکز بهداشت. من مثلا آره بعد هر جا مثلا باید دوربین باشه، نمیدونم چیز باشه، چون دیگه ببین مثلا واسه 8 میلیون واسه مثلا اونجا که اونجا رو مثلا تمیز میکنه پول میدن. خب بعد اون میگه که خب من 8 میلیون رو مثلا باید از یه جایی چیز کنم، زندگیمو تامین، بعد از یه جایی تامین بکنم. وقتی که تو مثلا یه کاری کردی که مثلا به دندون پزشکش 12 میلیون میدی دیگه راه نمیمونه که اینجوری میشه. از این طرف هم فکرشون اینه که ما ظرفیت رو زیاد میکنیم، تعهدی میذاریم، انحصار رو میشکنیم، دندون پزشکان میان مناطق محروم خدمت میکنن، بعد اون وقت فکر میکنن که هر جورم بخوان میتونن با نیروی کار رفتار کنه. آره. اونم میشینه و گوش میده و خوب عمل میکنه. ببین دقیقاً همینه دیگه. اولا تو قانون برگزاری عدالت آموزشی گفتن 30% روزانه، یعنی سهمیه رو زیاد نکردن. قبلا اگه قبل قانون برگزاری عدالت من با همین رتبه میتونستم روزانه قبول بشم، ولی بعدش 30% رو اختصاص دادن به چیز، یعنی دقیقاً از سهمیه روزانه ها کم کردن دادن به تعهدی ها. ولی خب میگم دیگه چون اینا مثلا یه سری سختی‌های کشیدن که بجای تعهدی مثلا بقیه نکشیدن واقعا. خب تو این سخت آره تو همه زمینه‌ها میکنن. آره تلاششون تو همه زمینه‌ها هست، همه چیزا مثلا سر در میارن. یعنی مثلا طرف خیلی از بچهای ما در حقیقت مناور خانواده‌شون هستن. من اصلا حرف میزنم چون میگم تو اون گروه مثلا حرف میزنیم میبینم که خیلی ها مثل منن، خیلی ها مثلا پدرشون مثلا بیماره یا فوت کرده، خیلی ها، یعنی اصلا کم تعداد نیستن این قضیه. ولی خب مجبورن اینجوری رفتار میشه. آره بازم مثلا صحبت که میشه من دیدم مثلا برای ما کامنت میذارن که شما میخواین که دندون پزشکا مثلا حالا زندگیشون لاکچری تر باشه مثلا نسبت به چیزی که مثلا قبلا بوده، ولی واقعا اینجوری نیست. واقعا مثلا جوانای همسن و سال ما مخصوصا مثلا توی شهر کوچیک‌تر خیلی مثلا مشکلات مثل شما دارن که مثلا من خیلی هاشم مثلا زندگی خودم میبینم برام ممکنه یه سری مشکلات داشته باشم، ولی مثلا تصور نمی‌کنم که مثلا مشکلات اینقدر بزرگتر هم هست و اون چیزی که قانون میذاره انگار خودش داره مثلا یه زندگی لاکچری میکنه که همچین تصوری نسبت به یه گروهی که واقعا یه شغل خدماتی دارن داره.
اولش مثلا بهت مثلا افسرده میشی با این حقوق با شرایط که هست، اینا همه تلاش کردی، سعی کردی خودت بعد اون همه درس خوندی، بعد این همه چیز شده، بعد آخرش افسرده میشی. بعد اینکه افسرده شدی خیلی ها مثلا ممکنه مثلا یکی ها مثلا بره خودکشی بکنه خدای نکرده، بعد یکی ممکنه اصلا دیگه بشه یکی مثل اینا. خب آقای علی قربان نژاد، آقای دکتر خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی، از اردبیل تا اینجا اومدی با همون صحبت کردی، صحبتت باهاشون خیلی موثر، پلیس هم اومد. آره اگر که در پایان صحبتی دارین که بگین ما خوشحال میشیم بشنویم. ببین کلا دندانپزشکای تعهدی مشکلی با موندن تو منطقه ندارن، مشکلی با بردهداریه که با بعضی ها میشه دارن. توی این قسمت در کنار دکتر علی قربان نژاد بودیم، دندانپزشک تعهدی که از اردبیل اومده بود با همون صحبت بکنه. امروز روز اول عیده، خیلی از حرفاش استفاده کردیم و دکتر ایشالله که نتیجه داشته باشه. انشالله که نتیجه داشته باشه. مصاحبه معمولا تاثیر ندارن چون همه میدونن قضیه چیه، تو وزارت هم میدونن، ولی خب حالا ایشالله این یکی نتیجه داشته باشه. تاثیر داشته. خیلی دوستتون داریم، عیدتون مبارک.